میدونستید چرا قسمت آخر کارتون محبوب تام و جری هیچ وقت از تلویزیون پخش نشد؟ علتش شکست عشقی تام و جری به خاطر فقر بود که قافیه رو به رقبای پولدارشون میبازن و در نهایت دچار افسردگی میشن و هر چیزی که داشتن رو از دست میدن. در انتهای فیلم روی ریل قطار میشینن و به زندگی خودشون خاتمه میدن. یک پایان غم انگیز برای مخاطب. به نظر شما چه تفکری پشت این داستانه؟ شخصیت میگ میگو یادتون میاد؟ اسم اصلی این کارتون کایوت و رودرانر بود. شخصیت کایوت برگرفته از نام نوعی گرگ در آمریکای شمالی با همین نام بود که ما به اسم گرگ صداش میکردیم. و شخصیت میگ میگ برگرفته از پرنده‌ای به نام کوکو یا کوکوی دونده بود که قادر با سرعت 42 کیلومتر روی زمین بدوه و ایستگاهش مثل کایوت در آمریکای شمالیه. قسمت پایانی این کارتون به درخواست دیوید بکام و پرداخت هزینه تغییر پیدا کرد، چون پسر دیوید بکام از میگ میگ متنفر بود و هر وقت گرگ شکست میخورد اون شروع به گریه